آقا من استوری کردن 3 تا چیزو نمیتونم بفهمم، اگر که با هم موافق نیستی بگو نیستم. 1 تبریک گفتنهای تولد رو ریپلای کردم. میایی هم تو صفحه اونا داری میبینی که به تبریک گفتن، هم تو صفحه خودت 100 بار از 100 تا نفر مختلف داره استوری میره که به تبریک گفتن. آقا تولد توئه، به ما چه ربطی داره؟ تولدت مبارک. دوم اینه که وقتی میری رستوران یه غذای خوب میخوری، از اون غذات عکس میگیری یا فیلم میگیری میذاری استوری. آقا میخوای چی رو به کی نشون بدی؟ به اون بدبختی که نداره بخوری میخوای بگی این دلت بسوزه من دارم تو نداری، یا به اونی که در سطح خودت اونم داره میخوره مثلا میگی آقا منم میتونم مثل تو غذا بخورم. سوم اینه که وقتی که یه هدیه‌ای بهت میدن، هدیه‌تو میای توی استوری باز می‌کنی. میخوای چی رو نشون بدی؟ میخوای بگی که ببینین من کادو گرفتم، ببینین منم کادو گرفتم. مثلا یه کادوهای خیلی خاصه مثلا. ببین اینا به نظر من اگر بچه‌های کوچیک این کارا رو بکنن آدم میتونه بفهمتشون، ذوق دارن، شوق دارن، میخوان به دیگران هنوز نشون بدن. ولی تویی که آدم گونه‌ای هنوز ذوق این مسائل رو داری که بیای به دیگران نشون بدی، چون اونا برای توئه، توی دل خودت دیگرشون دارن. این که بیای به دیگران میخوای نشون بدی فقط عقده‌ای بودن تو رو نشون میده.